سلمان فارسی مرد نامداری از ایران و یار پیامبر اسلام بود که زندگی و اقدامات او به عنوان یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در آغاز اسلام همواره مورد توجه بوده است. شناخت چگونگی ارتباط او با ایران و پیامبر اسلام می‌تواند به درک بهتر این دوران حساس تاریخی کمک کند. روزبه کازرونی پسر بدخشان کاهن روحانی زرتشتی بود که در روستای جی از توابع اصفهان به دنیا آمد. پدرش کدخدای روستای جی و یکی از ثروتمندان آن ناحیه بود. او آتش پرستی متعصب و سرسخت بود و نزد مردم از منزلت سیاسی مذهبی خاصی برخوردار بود. سلمان یا همان روزبه در دوران کودکی مادرش را از دست داد. روزبه با استعداد و کنجکاو بود و همیشه سوالات عمیقی درباره خدا، هستی و زندگی در ذهنش می‌گشت. او به دنبال دینی بود که بتواند به تمام سوالات و تردیدهایش پاسخ دهد. او به عقاید دین میترایی، دین ایرانیان پیش از زرتشت، کاملا آشنا بود، اما دین زرتشت را به تبعیت از پدرش پذیرفت. اما بعدها دین مانوی، مانی پیامبر را پذیرفت و به دلیل بازگشت از دین اجدادی مورد تعقیب حکومت ایران آن زمان قرار گرفت. او با همکاری عمه‌اش گریخت و راهی بیابان شد. در بیابان کاروانی را دید و با آن کاروان همراه و رهسپار سرزمین‌های ناشناخته شد. روایت‌های متعددی در خصوص مسلمان شدن سلمان فارسی بیان شده است که معتبرترین آنها چنین روایت می‌کند: وقتی روزبه به شام رسید، سراغ داناترین و متدین‌ترین مرد مسیحی را گرفت و برای یادگیری علوم دینی به شاگردی آن رهبر مذهبی درآمد. با وجود اینکه در آن زمان انحرافاتی مانند اعتقاد به خدای پدر، پسر و روح القدس میان مسیحیان رواج پیدا کرده بود، اما همچنان تعدادی از علما و رهبران مسیحیت خلوص و پاکی آیین مسیحیت را حفظ کرده بودند. از این رو سلمان با ایشان ارتباط برقرار کرده و آشنا شد. استاد وی که اشتیاق روزبه را در کشف و جستجوی حقیقت می‌دید، علائم و ویژگی‌های پیامبر خاتم صلی الله را بر اساس کتابات عهدین برایش بیان کرده بود و به این ترتیب سلمان در جستجوی صاحب این ویژگی‌ها پیوسته در سفر بود تا آن صفات را در حضرت محمد صلی الله علیه و آله متجلی دید. سلمان میگوید که پیامبر اکرم صلی الله با وجود اینکه حاکم مدینه است، اما آداب و رسوم و تکبر پادشاهی را ندارد. به علاوه اخلاق متواضعانه و ادب و محبت زیادی دارد. به این ترتیب سلمان محققانه و روشنفکرانه به اسلام روی می آورد. در واقع سلمان در سالهای اول بعثت، یعنی 2 تا 5 هجری قمری، دین اسلام را بر اساس تحقیق و پژوهش برگزید. سلمان در جنگ‌های صدر اسلام شرکت داشت و پس از غزوه خندق هیچ جنگی از او فوت نشد. طرح کندن خندق دور شهر مدینه در غزوه خندق پیشنهاد او بود. مهاجرین معتقد بودند چون سلمان از جای دیگر یعنی ایران هجرت کرده از آنان محسوب می شود و انصار می گفتند چون او در زمان ورود پیامبر به یثرب در آنجا بوده از انصار است.
هر دو دسته دوست می داشتند که او را نزدیک به خودشان بدانند. به گزارش برخی از منابع در نبرد طائف نیز سلمان بود که طرح موفق استفاده از منجنیق را مطرح کرد. علاوه بر اینها، با توجه به اینکه سلمان توانست اسلام ناب را محققانه بشناسد، پس از رحلت پیامبر صلی الله نیز که مسلمانان دچار اختلاف شدند، راه درست را به خوبی پیدا کرد و یکی از راویان مهم واقعه قدیر و از بهترین اصحاب امام علی علیه السلام به شمار می رود. در متون عرفانی از ایشان به عنوان یکی از اصحاب سر یاد شده است. سلمان فارسی از بدو ورود به اسلام نقش محوری در گسترش این دین در سرزمین ایران ایفا کرد. اما همین نقش برجسته او در طول تاریخ موجب طرح اتهاماتی همچون خیانت او به ایران نیز شده است، چرا که در فتح ایران عمر سلمان و حذیفه را پیشگام و راهنمای سپاه اسلام قرار داد و در فتح مدائن سلمان نقش مذاکره کننده از سوی لشکر مسلمانان با سران نیروهای ایرانی را بر عهده داشت. اما آیا سلمان به منافع ایران خیانت کرده است یا در واقع به دفاع از این منافع برخاسته است؟ در متن این اتهامات به سلمان آمده است خیانتکاری که به تازیان روش از کار انداختن فیلهای ایرانی و نیز روش حفر خندق را آموخت. اما اساساً مسئله اطلاعات دادن سلمان فارسی به خلیفه دوم در فتوحات سند و مدرک معتبری ندارد و با واقعیت‌ها نیز سازگار نیست، زیرا اولاً در زمان فتوحات سالیان درازی از هجرت سلمان فارسی به مدینه می‌گذشت و اطلاعات دقیق او از رمز و رازها و نقاط ضعف و قوت سپاه ایران بسیار بعید است. ثانیاً سلمان فارسی از مخالفان حکومت ابوبکر و عمر بود و هیچ کاری را بدون اذن حضرت علی علیه السلام انجام نمیداد. اما سلمان فارسی که بود؟ مرحوم استاد عبدالحسین زرینکوب در کتاب 2 قرن سکوت درباره سلمان فارسی یا همان روزبه میگوید ایشان انسانی هوشمند و حق‌جو بودند. بعدها که از طرف عمر بن خطاب حاکم مدائن شد، با اینکه ثروت بسیاری را در دست داشت، اما نان جوین میخورد و جامه پشمین به تن داشت. این مایه سادگی زاهدانه البته شگفت‌انگیز و ناچار در دیده مردمی که هزینه تجمل و شکوه امرا و بزرگان ساسانی را به اسرت و رنج و با پرداخت مالیات‌ها تأمین می‌کردند، اسلام را ارج و بهای فراوان می‌داد. ناگفته نماند که سلمان فارسی از سوی خلیفه عمر به حکومت مدائن گماشته شد، اما تا وقتی که حضرت علی علیه السلام به او اجازه نداد، پیشنهاد عمر را نپذیرفت. با زیرکی توانست از کشته شدن ایرانیان بسیاری جلوگیری کند. هنگامی که سپاه عرب برای فتح مدائن پایتخت ساسانیان شهر را محاصره کرد، مردم چندان انگیزه‌ای برای دفاع نداشتند، چون یزدگرد گریخته بود و سران نظامی هم پس از درگیری‌های اولیه مردم را رها کرده فرار کرده بودند. از سوی برخی از نظامیان و بزرگان ساسانی به همراهی جمعی از اوباش به غارت اموال مردم شهر مشغول شدند. همین مسائل سبب شد که مردم با سپاه عرب صلح کنند و اینگونه شهر به دست اعراب افتاد. اما جالب است بدانیم که صلح مردم مدائن با سپاه عرب با ذکاوت و تیزهوشی سلمان فارسی رخ داد. او
مردم شهر را پیرامون خود گرد آورد و گفت: اصل من از شماست و دلم به حالتان می سوزد. شما را به چیزی می خوانم که به صلاح شماست. گفتند: چیست؟ گفت: اسلام، که اگر اسلام بیاورید حقوق و تکالیف شما همانند ماست و اگر نمی خواهید جزیه بدهید و اگر نمی خواهید جنگ می کنید تا خدا میان ما و شما حکم کند. قوم پاسخ داد که میانی را میپذیریم، یعنی جزیه یا همان مالیات را میدهیم و جنگ نمی کنیم. منابع تاریخی گویای آن هستند که مردم پس از شنیدن سخنان سلمان فارسی صلح را بر جنگ ترجیح دادند. مطمئناً اگر مردم وارد جنگ می شدند به شدت در هم کوبیده می شدند، چه اینکه سپاه عرب بسیار متحد و ایرانیان بسیار متفرق و بی انگیزه بودند. پس به راستی سلمان فارسی موجب نجات و در امان نگه داشتن جان و مال و ناموس هزاران ایرانی در آن گذرگاه تاریخی شد و سزاوار آن نیست که خائن نامیده شود.